سلام دوستان، با ویدیوی دیگه از آقای مربی در خدمتتون هستم. تا قبل از سال 1992 دفاع کردن در فوتبال اغلب به معنای ضربه زدن توپ به سمت آسمان بود. اما یک تغییر کوچک در قوانین فیفا، یعنی ممنوعیت گرفتن پاس مستقیم توسط دروازه‌بان، سرنوشت فوتبال مدرن را دگرگون کرد. امروز وقتی منچستر سیتی یا لیورپول بازی را از عقب می‌سازند، ما این را یک تاکتیک هوشمندانه می‌دانیم. اما آیا واقعاً فقط یک انتخاب است یا نتیجه اجتناب نظیر تکاملی تاریخی و علمی؟ در این ویدیو سفری داریم از تاریخچه انقلاب هلند تا فرمول‌های علمی که پشت پرده این تاکتیک قرار دارند. داستان از فلسفه یوهان کرایف فقید شروع می‌شود. او معتقد بود دروازه‌بان نباید فقط یک نگهبان خط باشد، بلکه باید دید و ویژن داشته باشد. در واقع یوهان کرایف دروازه‌بان را به عنوان بازیکن 11 در نظر می گرفت و آن را از گل کیپر به گل پلیر تبدیل کرد. اولین نتایج ملموس این ایده را می توان در جام جهانی 1974 دید، جایی که هلند با دروازه‌بانی مثل جان بلود ثابت کرد که سرعت و راحتی با پا می تواند جایگزین مهارت‌های سنتی شود، اما هنوز راه طولانی در پیش بود. نقطه عطف واقعی آژاکس دهه 90 میلادی تحت تاثیر فرانس هوک، مربی اسطوره‌ای دروازه‌بانان، بازیکنی مثل ادین فندرسار پرورش یافت. فندرسار اولین دروازه‌بانی بود که نشان داد میتوان خونسرد، کارآمد و بدون نمایش زدگی بازی را از عقب زمین ساخت. همزمان با انقلاب دروازه‌بانان مفهوم مدافع مرکزی نیز متحول شد. دیگر جای سربازان جان سخت یا هاردمن ها تنگ نبود. بازیکنانی مثل فرانک ریکارد در آژاکس و رونالد کومن در بارسلونا تعریف جدیدی از مدافع بودن ارائه دادند. کومن پرگل‌ترین مدافع تاریخ با پاس‌های بلند قطریش بازی بارسلونا را متحول کرد. پپ گواردیولا شاگرد کومن بعدها اعتراف کرد که کومن به تیم یاد داد چرا نیاز به مدافعی داریم که بتواند بازی را بسازد، نه فقط دفاع کند. برای زمین فوتبال تقسیم بندی های مختلفی انجام شده. تقسیم بندی های 18 گانه یا تقسیم بندی گواردیولا که هاف اسپیس در درون اون قرار داره. اما یکی از مرسوم ترین تقسیم بندی ها همین 1/3 هاست. 1/3 میانی، 1/3 دفاعی و 1/3 تهاجم. منطقه بیلداپ در 1/3 دفاعی قرار داره. نکته مهم این است که بازی سازی از عقب وابسته به نوع پاس نیست، بلکه وابسته به منطقه است که ما شروع به بازی سازی میکنیم. حال بیایید وارد سطح علمی و تاکتیکی شویم. برای مربیان و مدرسین فوتبال بازی سازی از عقب صرفاً پاس دادن نیست. این یک سیستم مهندسی شده است بر پایه 4 اصل کلیدی. اصل اول استراکچر یا ساختار، یعنی شکلگیری شبکه‌ای منسجم از بازیکنان برای کنترل بهتر فضا. اصل دوم برتری عددی یا نومریکال سوپریوریتی، افزایش تعداد بازیکنان در منطقه خاص نسبت به حریف برای کنترل بهتر. اصل سوم اسپیسینگ یا فاصله گذاری، یعنی تنظیم فضاهای خالی برای حرکت و پاسکاری موثر. اصل آخر و چهارم زوایای پاس، به معنای پاس‌های قطری و باز که خطوط دفاع حریف را می‌شکنند، مانند لاین بریکینگ پس ها. دیدیم که این میراث هلندی به بارسلونا رسید. کرایوف تلاش کرد این سبک را در کاتالونیا پیاده کند و نهایتاً پپ گواردیولا، او که خودش در دوران بازیش به عنوان یک میدفیلدر دفندر یا هافبک مدافع به عقب کشیده میشد، حالا به عنوان مربی این تاکتیک را به اوج رساند. امروز بازیسازی از عقب دیگر یک انتخاب لوکس نیست، یک ضرورت تاکتیکی است. ضرورتی که ریشه در تغییر قانون 1999 دارد، توسط فلاسفه هلندی ها رشد کرده و امروز ستون فقرات فوتبال مدرن مخصوصا در حمله است.